خب با توجه به صحبتایی که کردیم، شخص یا گروه خاصی نبودن که برای پدرتون مشکل ایجاد کنن؟ خیلی بودن که حتما به خونش تشنه بودن. ربانی تنها کسیه که قاتل رو دیده. اون بفهمه زنده است میاد سراغش، دنبال پسرش هم هست. چه بابای خوش قیافه‌ای داری؟ با ابهت و جذاب. سلام زربا. من برگشتم دنبال اون اسلحه. از کجا فهمیدی اسلحه پیدا شده؟ از سیروس خدا بیامرز شنیدم. بهترین رفیقم بود. پیدا میکنم اونی که سیروس ازم گرفتش. یعنی اینجا اوضاع خیلی خودتو برسون. برتا، داستان یک اسلحه. کارگردان امیرحسین ترابی، تهیه کننده کامران حجازی. جمعه ها ساعت 12 ظهر در فیلم نت.